صبح سه‌شنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت اسرائیل و ایران با آتش بس موافقت کردند. او از جانبها دعوت کرد که سازش را ویران نکنند. پیش از آن ترامپ گفت که ایران با آتش بس موافقت کرد و اسرائیل بعد 12 ساعت با آن همراه می شود. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم اظهار نمود که کشورش آتش بس را پذیرفته است، زیرا به گفته او هدفهای اسرائیل در مورد برطرف نمودن تهدید هسته‌ای و بالستیکی اجرا شدند. قبل از برنامه از شارح رادیوی آزادی کیان شریفی پرسیدم که آیا کدام علامت بود که جنگ با چنین سرعت خاتمه می‌یابد؟ به هیچ عنوان. و جالب اینجاست که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ اعلام کرد که قراره آتش بسی اتفاق بیفته و بعد از اینکه اعلام کرد بعضی کاربرایی که به رژیم ایران نزدیک هستن توییت میکردن که این یک دروغه و همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و ما به جنگ با اسرائیل ادامه خواهیم داد. ولی وزیر امور خارجه ایران بعد از چند ساعت نوشت که ایران قصد نداره به اسرائیل حمله بکنه مگر اینکه اسرائیل حمله بکنه به ایران مجددا. و یه چیزی هم که باید بهش اشاره بکنیم اینه که ایران به طور رسمی به این نمیگه آتش بس، چون اگه بگه آتش بس یعنی داره قبول میکنه که با کشور اسرائیل مذاکره کرده به صورت غیر مستقیم احتمالاً که به آتش بس برسن، ولی برای اینکه این اتفاق بیفته ایران باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و همچین چیزی نیست. ایران اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و بنابراین به طور رسمی نمیگه که آتش بسی در کار هست. سپس از همکارمان پرسیدم آیا میتوان گفت که آتش بس و سازش‌های کنونی یک پایگاه مستحکمی نظم و ثبات در خاورمیانه خواهد شد؟ سوال خوبیه و این چیزی که فقط زمان میتونه به ما بگه که پایدار میمونه یا نه. همین الان مثلا اسرائیل میگه که ایران نقض کرده آتش بس و ایران میگه نه نقض نکرده. ممکنه تا یکی دو روز آینده مجددا حملات کوچکی به هم انجام بدن، ولی فکر کنم هر دو طرف خسته شدن از جنگ. میگویند حریم هوایی ایران زیر نظارت کامل اسرائیل و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. ارتش جمهوری اسلامی به ویژه در هوا نتوانست مقاومت جدی نشان دهد. بسیاری ها از ضعف رژیم صحبت میکنند و این مسئله در روزهای اخیر نزاع ظهور نمود. اصلا تحولات بعدی را شما چگونه پیش بینی میکنید؟ بعضیا میگن که این جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده و ممکنه این اجازه رو به مردم بده که به تظاهرات رو شروع بکنن که جمهوری اسلامی رو کنار بذارن. ولی ممکنه این اتفاق هم نیفته و ممکنه که هاردلاینرهای ایران بیشتر قوی تر بشن، مخصوصا اینکه الان میتونن بگن که دو تا کشوری که بمب هسته‌ای دارن، اسرائیل و آمریکا، به ایران حمله کردن که بمب هسته‌ای نداره و شاید بخوان از این استفاده بکنن که شروع کنن رفتن دنبال بمب هسته‌ای. تشکر. کیان شریفی شارح رادیوی آزادی بود که درباره تحولات اخیر نظامیان اسرائیل و ایران معلومات داد.